در قدم اول تشکر میکنیم از شبکه جهانی توسعه اقتصادی هزاره که یک پروگرام خیلی عالی و خیلی جای را برای دخترای هزاره ها مخصوصا در قسمت حرفه و تعلیم اینا برپا کردن و تقدیر تشکر میکنیم از اینا که در این وضعیت و در این وضعیت فعلی که همه دخترهای جامعه ناامید هستن و اینا در کناری از این جمع میشن گرده هم یک حرفه را یاد میگیرن، یک شغل را یاد میگیرن تا بتانن از همون شغل یا از همون حرفه وارد جامعه شوند و یه هم برایشان خیلی یک فرصت عالی هسته که هم بیتونه همو هدف خود را مثلا در جامعه پیاده کنه و هم بیتونه مصدر خدمت در جامعه شونه و یک در کنار خودشان یک چند خانم دیگر یا یک چند دختر دیگر وارد شغل کنه. یک از شاگردان صنف رواندوزی و ما زمانی که در همین صنف شروع کرده بودیم با خیلی تلاش و با خیلی آرزو بگیم چون در این دوره خیلی سخت هست که دختر خانوما بیتونه به شکل همین رقم گروهی جمع شود و یک حرفه جدید را یاد بگیرن و ما در کنار صنف رواندوزی صنف دوره تجارت هم سپری کردیم که خیلی تشکر می‌کنیم از همین نهاد توسعه جهانی هزاره ها که ما را حمایت کردن و ما همیشه وقت متشکر هستیم از اینها و میخواهیم که همه برنامه‌ای که هست را بیتونه اینا بیشتر مثلا ما را حمایت کنن تا بیتونیم ما در کنار برنامه تجارت و همه حرفه‌ای که یاد گرفته بودیم این رو بیتونیم توسعه بدیم و در آینده بیتونیم یک کسب درآمد مستقل از حرفه داشته باشیم که هم با یاد گرفتن حرفه و با سپری کردن دوره آموزشی تجارت برای خود درآمد مستقل داشته باشیم و خیلی جای خوشی هست که همین برنامه توسعه داشته باشه و خواهران بیشتر و دختران بیشتر بتونن همین حرفه را یاد بگیرن. خیلی رحمان الرحیم نرگس بهرامی هستم، یکی از شاگردان صنف رواندوزی. تشکر و سپاس میکنم از اینکه ما رو ساپورت کردن تا این دوره تا این جایی که ما رو رساندن یک هنر یاد گرفتیم. اگر زمینه همچون فرصت‌ها برای دخترای بیشتری فراهم شود، دخترها بیشتر به این هنر رو میآورند، بعضی که ما از کورس‌ها و پانتون و